درود بر شما. ارادت، مخلصیم. امیدوارم که حالتون خوب باشه. اول از همه خیلی تشکر کنم بابت لطفی که به ما داشتین، لطفی که به بنده حقیر داشتید. واقعا خیلی 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 بیشتر از اون چیزی که فکر میکردم حمایت شد، دیده شد. فیلم های قبلی، ویدیوهای قبلی چقدر دایرکت دادین، چقدر کامنت های خوب دادین. دمتون گرم واقعا. اصلا فکر نمی کردم اینقدر بتونم کمک بکنم و اینقدر دوست داشته باشین. امیدوارم که از این به بعد هم بتونیم به همون خوبی و حتی بهتر اگر بشه در خدمتون باشیم و بتونیم یه اطلاعات خوب بهتون بدیم که بتونیم بهترین تصمیم ان شاءالله بگیرید. من خانومم ویدیوها رو خب میدونین دیگه، خانومم ادیت میکنه کامل، لطف میکنه واقعا، چون دیگه اینقدر من درگیر داستانهای خودم هستم که دیگه خانم لطف میکنه و جور ما رو میکشه. یه سری نکته ها رو گفته بود که من باید رعایت میکردم و سعی دارم که از بعد رعایت کنم. اولش این بوده که باید لوکیشن عوض بکنم. الان لوکیشن عوض کردم، نمیدونم حالا خوبه یا نه. البته اینجا صندلی نداشت، من سر پا وایسادم، ولی خب یه چیزی پیدا کردم که بشه دوربین گذاشت که فیلمو بگیریم. احساس کردم اینجا قشنگه، گفتم شاید جذاب باشه، اینجا وایسادم دارم فیلم میگیرم. دو اینکه گفته بود که زیاد صحبتای این ور اون ور در این ور اون ور نزن، مستقیم در مورد اون چیزی که میخوای صحبت بکن، زیاد چی میگن نرو از مسیر بیرون، خارج نشو. ما گفتیم چشم، میکنم قرار انجام بدیم. مهمترین چیزی که گفته همون اول کار میگی لطفاً لایک، سابسکرایب و کامنت فراموش نشه. زحمت هم خواستیم بکشین، سوالی چیزی بود سعی کنید تو کامنت بپرسین، چون من 100% جواب میدم. اصلا هیچ کامنتی وجود نداره. الان دیدید اول کار گفتم درود بر شما، یه دوستی عزیز گفته بودن که نگو سلام علیکم، بگو درود بر شما. ما هم گفتیم چشم، چقدر خوب داریم میگیم درود بر شما. یکی دیگه گفته بود که یه سری گفته ما سعی میکنیم ها رعایت کنیم. نمیخوام الان در مورد اون حرف بزنم، ولی میخوام بگم که آقا من میخونم جواب میدم، خودم هم میخونم خودم هم جواب میدم و هیچ فرق با دایرکت نداره. دایرکت هم دست خانوممه، یعنی اون فرقی نداره. حالا اگه سعی کنین لطفاً لایک و سابسکرایب و کامنت رو فراموش نکنین، من ممنونتون میشم. منم این بار دیگه مسئولیتی به گردنم نیست، چون گفتم یه زحمت هم بکشید. این پایین لینک اینستای منه و اینجا هم منو فالو داشته باشین. همچنین یک داستان جدیدی که الان داریم، من یک کانال تلگرام دارم، بی زحمت اون رو هم چی میگن سابسکرایب چیه فالو بکنین لطفاً. یه سری داکیومنت ها قرار توش بذارم، یعنی گذاشتم و میخوام که دیگه حالا شما هم بهش دسترسی داشته باشید و ببینید. امروز میخوایم در مورد هزینه های تحصیل تو آفریقای جنوبی صحبت کنیم. خب آفریقای جنوبی میدونین یکی از ارزون ترین کشورهای دنیاست برای اینکه شما بتونید توش خلبانی بخونید. یه مقداری از ایران گرونتره، ولی خب دیگه معروفه به یکی از ارزون ترین کشورهای دنیا. اینجا دانشجوها از هند، چین، کره، نمیدونم عربستان سعودی، مصر، گفتم قبلا مراکش، نمیدونم عراق، ایران خیلی زیاد دانشجو هست اومدن اینجا خلبانی بخونن و خب مدرکش هم اونقدر معتبر هست که وقتی برگردی به کشور خودت بخوای کانورت بکنی، یعنی تبدیل مدرک بکنی، کار زیاد سختی نداری. کارت خیلی آسان‌تره، خیلی خیلی آسان‌تر از اینه که بخوای ایرانی رو به یک جای دیگه تبدیل بکنی. خیلی آسان‌تره، هم خیلی ارزان‌تر هم خیلی آسان‌تر به نسبت اینکه بخوای لایسنس ایرانی رو به یک کشور دیگه تبدیل بکنی. چون هم مدرکش خب معتبرتره، پروازهای بیشتری داره، به سختی به دست میاد. یعنی کسی که لایسنس خلبانی اینجا رو داره از نظر سوادی واقعاً 10 تا سرگردن از کسی لایسنس ایرانی داره، حداقل بالاتره. به نسبت خیلی از کشورها خب لایسنس اینجا قوی تره از نظر حالا سختیه به دست آوردنش و امتحان‌ها و نحوه چک شدن این داستان‌ها که اصلا نیازی نیست توی این ویدیو بخوایم بیشتر در موردش صحبت کنیم. بریم سر وقت هزینه‌ها، ببینیم هزینه‌ها چه شکلیه. بچه‌ها هزینه‌های مدرسه‌های خلبانی توی آفریقای جنوبی خب متفاوته، بسته به شهر داره، بستگی به مدرسه که می‌خوای توش بخونین داره. توی یک شهر احتمالاً مثلا 3 تا مدرسه 4 تا مدرسه باشه، هر مدرسه‌ای مثلا با یه قیمتی داره پروازا رو میفروشه.
شهری که ما توش هستیم میدونین دیگه، کیپ تاون، چند تا مدرسه دارم، 5 تا مدرسه تو اینجا هست. مدرسه‌ای که من قیمت‌هاشو دارم، من قیمت‌های 2 تا مدرسه تو این شهر رو دارم که میتونم براتون بذارم و نسبتا میتونم بگم که این مدرسه‌ای که هستیم الان توشون داریم صحبت می‌کنیم یکی از ارزان‌ترین ها هست. حالا دیگه قیمت‌های خیلی مناسبی داره مشخصاً و برای ما که می‌خوایم از ایران ریال بی‌ارزش‌ترین کارنسی جهان رو تبدیل بکنیم به رند 4000 تومانی، یه مقداری این باید مهم باشه که چه مدرسه‌ای بریم که کمترین هزینه رو بخواد از ما بگیره، چون به اندازه کافی این گرون هست اونجا برای ما ایرانی‌ها، نه برای بقیه دنیا. از کل دنیا اینجا میان درس میکنن. اصلا اینجا شما میبینید دانشجوهایی که الان تو همین مدرسه هستن، ما از شاید دانشجوی آفریقای جنوبی خیلی کم داریم، اکثرا از کشورهای مختلف، کشورهای آفریقایی، کشورهای آسیایی، چین، هند، گفتم از همه جای دنیا واقعا هست. بریم سر وقت قیمت ها. بچه‌ها قیمت ها لطفاً تشریف برید تو کانال تلگرام، یه سری قیمت، من یه سری 2 تا فایل براتون فرستادم. فایلی که نوشته Summary of Flight Training Cost، اینو که تشریف نگاه کنی نوشته PPL to CPL Single Engine VFR. خب این نوشته 500,000 رند سسنا، 500,100 رند سسنا، جابیرو 315,000 رند. فرق اینا چیه بچه؟ یه هواپیمایی هست به اسم سسنا 172 یا 150، حالا بستگی به کلا خانواده سسناهایی که وجود داره و اینجا مثلا این مدرسه داره، مثلا 150 فعلا. خب این هزینه پرواز باشه یه مقداری گرونتره، ساعت 2000 حدوداً 700 رنده. یه هواپیمای دیگری داره به اسم جابیرو، ساعتی 2000 رنده. خب میبینین که حدوداً یه چیز طرف 40% حدوداً ارزون تر. خب تو کل دوره‌ای که شما میخواین اینجا تشریف بیارین درس بخونین، 40% این هواپیمای ارزونتر کل پروژه 40% برای شما خرج کمتری برمی‌داره. یعنی الان مثلا با هواپیمای سسون کل 0 تا 100 PPL تا CPL 500,000 رند میشه، با جابیرو میشه 315,000 رند. میبینید یه چیزی طرفای 200,000 رند ارزون تر در اومد. 200,000 رند میشه چقدر؟ میشه الان میشه 800 میلیون تومان. این داستان هواپیماها. اگر که بخوایم، خب پس تو بهترین حالت، تو مینیمم مثلا این مدرسه که یکی از ارزونترین مدرسه های خود آفریقا هم محسوب میشه نسبتا، 315,000 رند ضرب در رند 4000 تومانی بکنین، الان میشه 1,200,300 تومان با دلار 70,000 تومانی و رند 4,000 تومانی امروز. از سسنا 500,000 رنده که ضرب در 4,000 تومان کنیم میشه حدوداً 2 میلیارد تومان از 0 تا 100 خلبانی اینجا. خب حدوداً 40-50 ساعت پروازش از ایران بیشتره، برای همین هم گرونتر در میاد دیگه. شما حدوداً 50 ساعت داری بیشتر پرواز میکنی، 50 تا مثلا بگو جابیرو رو در نظر بگیری، 50 تا 10 میلیون تومان حدوداً به ازای هر ساعت میشه 500 میلیون تومان. 500 میلیون تومان فقط به خاطر اینکه پرواز بیشتری داره از ایران گرونتره. این منطقی. اگر که بخوایم PPL تا CPL و IR بخوایم بخونین، یعنی CPL سینگل انجین تک موتوره و IR رو بخونین، یه چیزی طرفای 100,000 رند میاره به مبلغی که قبلا داشتیم. مثلا 500 تاتون میشه حدوداً 600 تا، 300 تاتون هم حدوداً میشه 400. اگر که بخواین اگر که بخواین که بکنیش دو موتوره، یعنی IR دو موتوره هم یه چیز طرفای 100 تا بگو میاره نسبتاً رو به ماجرا، رو کل 150 تا میاره رو اون ارزونترین حالته میکنه، مثلا 315,000 رند و طرفای 500,000 رند، اون 500,000 رند هم میاره طرفای 620,000 رند، یه طرفای 120 تا مثلا گرونتر شد که من پیشنهاد نمی کنم راستیتش. کسی که میخواد بیاد الان از صفر اینجا بخونه، پیشنهاد من اینه که بره با CPL شو بگیره، با CPL بره معلمی بگیره، با معلمی کار کنه، پول دراره و بره IR دو موتورش رو بگیره. IR دو موتور نیازه برای اینکه شما استخدام بشی تو ایرلاین ها یا ایرلاینرها یا چارترها یا شرکتایی که هواپیمای بزرگتر دارن و شما میخوای با هواپیمای دو موتوره
و بزرگ پرواز بکنه باید CPL مولتی انجین به علاوه آی رو داشته باشه. برای کسی که میخواد الان معلمی کنه تازه و باهاش پول دراره نیاز نیست که بره CPL 2 موتوره بگیره، CPL IR 2 موتوره بگیره، بره همون CPL VFR 1 موتوره رو بگیره، باش 1 سال 2 سال معلمی کنه، با پولی که از خودش در میاره تو همون مدرسه‌ای که معلم هست میره، هم با نرخ ارزونتر، با صحبت و رابطه و نگوشیشن و نمیدونم مذاکره و اینها یه مقداری هم عدد هزینه‌ای که میخوای بکنی میاری پایین‌تر، هم داری پولی رو در میاری و اون رو خرج میکنی، نه اینکه پول ریال بی ارزش رو بخوای بیاری اینجا تبدیل بکنی به این کار. این نظر منه. نظر شما هر چیزی که هست اون درسته. این رو لطفاً پیشنهاداتی که من میدم فقط به عنوان یک برادر کوچکتر من یه سری پیشنهاد میدم برای خودم. اگر میبودم من که مثلا آیار ایران داشتم، خب آوردم اینجا هم گرفتم، ولی اگر نداشتم من مطمئنا این کار انجام میدادم. یه CPL VFR سینگل انجین میگرفتم، معلمی میکردم، 1-2 سال معلمی میکردم، در میوردم اونقدری که بتونم باش هم CPL 2 موتوره IR بگیرم، همین که پس اندازی بکنم باش چیز دیگه هم بگیرم. این از این. معلمی رو نگفتیم. معلمی هم حدوداً باز بس این مدرسه داره. مثلا مدرسه ما میگه معلمی من 80,000 رنده، مدرسه اونوریمون میگه حدوداً 100,000 رنده. میگم این مدرسه مقدار ارزون تره همه چیزش. رو هم رفته یه چیز طرفای میانگین جبیره و سسنا با هم ترکیبی بخوایم پرواز بکنیم، اصلا مجبورم هستیم ترکیبی پرواز بکنیم، چون مثلا شبو نمیتونیم با جبیره بریم، یا یه سری حالا داستانا از زیر سلو مثلا با سسنا باید بری، پرواز شب باید با سسنا بری. میانگین بگیریم 400,000 رند اونجا، 100,000 تا معلمی، بگو کلا 500,000 تا خرجتونه، یعنی 0 تا 100 خلبانی با 2 میلیارد تومان. 0 تا 100. خب باز هم میگم مدرسه تا مدرسه، شهر تا شهر، همه اینها فرق میکنه و این هم فعلا فقط هزینه خلبانی 0 تا 100. یه نفر میخواد بیاد کانورت بکنه، کانورت چقدر هزینه داره؟ کانورت حدوداً ما یه پرواز شب نرفتیم تو ایران 10 ساعت حدوداً، یه 30 ساعت سولو کم پریدیم یا PIC کم پریدیم، یه 40 ساعت پرواز داره برای ما، و علاوه دیگه مدیکال و نمیدونم داستانه این شکلی و کار این شکلی که داره، هزینه های سازمان و چک و نمیدونم، حالا چک CPL هست، حالا اگر کسی IR باشه CPL IR، اینا هم با هم دیگه یه چیز رو 150,000 رند باید حساب بکنین که یعنی در دلار 4,000 تومان بکنید صفحه 600 میلیون فقط کانورت شما از ایرانی به آفریقا جنوبی هزینه برمی‌داره. که میگم 40 ساعت هم شما حساب بکنید با مثلا 2200 رند میانگین سسنا و جابیرو اگه بخوای باش پرواز بکنی، یه چیزی هول و هوش 120,000 رندت فقط پروازه که خودش میشه 400 خورده طرف 500 میلیونش پرواز، 100 تومن داستان دیگه که حالا کاغذ بازی‌ها و چک و مک و این داستان. خب کانورت رو صحبت کردیم. به نرخ امروز گفتیم 500 تومن. معلمی رو بعد کانورت 100,000 یعنی 400 تومن. معلمی یعنی کانورت و معلمی با هم 1 میلیارد. یکی بخواد از صفر بخونه تا معلمی گفتیم 2 میلیارد. اینو مد نظر 2 میلیارد 0 تا 100، یعنی شما کسی که ایران درس خونده اومده اینجا 1 میلیارد جلوه. اینو و 1 میلیارد در 1 سال حدوداً، 1 سال حدوداً جلوه. کسی که توی ایران خلبانی خونده و اومده خیلی مسخره است در نظر حساب. فکر کنی بهش بگی آقا من 1 سال مثلا میافتم جلو و 1 میلیارد میافتم جلو، با کسی که بیاد 0 تا 100ش اینجا بخونه خیلی نمیدونم. اصلا برای منی که 4 سال خلبانی خوندنم تو ایران طول کشید با اون وضعیت پروازایی که میرفتیم، ما درخواست پرواز میدادیم 4 هفته یه پرواز میرفتیم، 3 هفته یه پرواز میرفتیم، مگه پر میشد این پروازا؟ من گفتم قبلا تو ویدیو، من با پرواز پایپر ساعتی 530,000 تومان اینا بود فکر میکنم استارت زدم، با ساعتی آخرین پروازی که رفتم تو ایران 1 خورده تکنام بود. 1 خورده تکنام بود. ببین دیگه شما چند برابر شده. اون موقع مثلا پایپر شده بود 1,500,000 3 برابر شده بود پایپر. الان هم که دیگه فکر کنم 6-7 میلیونه دیگه. خب اینا رو خودتون باید در نظر بگیرید که کار صحیح چیه. امیدوارم که مفید بوده باشه براتون این
ویدیو خیلی طولانی شد، ببخشید. خیلی سعی کردم کامل صحبت بکنم و هر آن چیزی که به عنوان یک برادر کوچیک‌تر میتونم در اختیارتون قرار بدم و حداقل در مورد آفریقای جنوبی که در موردش حالا یه مقداری اطلاعات دارم و وسط کار هستم خدمتتون ارائه بدم. 3 میلیارد تومان برای 0 تا 100 فکر میکنم خیلی مبلغ خوبی باشه. یه بقالی بخوای تو ایران راه بندازی یا هر جای راه بندازی می‌بینی که عددش از این شاید بیشتر بشه، شاید همینقدر بشه، آخرش هم معلوم نیست چی بشه. اینجا کار تضمینه تا دلت بخواد. اینا نیاز به معلم، نیاز به خلبان دارن. هیچ کسی بیکار نمیمونه و با چه اعداد و ارقام خوب حقوق میدن. حقوق خلبانی تو آفریقای جنوبی خیلی خوبه، چندین برابر ایرانه. راحت میتونم بگم حتی معلمی، که خب معلمی تو خلبانی معروفه دیگه، تو کل پروازها و معلمی ها نسبتاً یکی از پایین‌ترین حقوق‌ها رو معلمی داره دیگه. هر چیزی که شما میرید سمت ایرلاین و نمیدونم جت های ایرلاین رو اینا و بالاتر میره، ولی خب دیگه مجبوری اوایل برای اینکه حالا ساعت پرواز 1500 ساعت پرواز بکنی یکی دو سال حداقل 2 سال معلم باشی. این 2 سال معلمی کمترین حقوق زندگی تو داری تو این 2 سال در میاری، ولی همین کمترین حقوقی که داری در میاری به پول ایران داره میشه چقدر؟ ماهی شما در نظر بگیر 120 میلیون داری در میاری. خب تو 40-50 تومنش رو بخوای خرج بکنی در ماه، 60 تومنش رو بخوای تو ماه خرج بکنی، 50-60 میلیون داری سیو میکنی. این قشنگه که شما داری کار میکنی، زندگی تو در میاری، ماهی هم 50-60 میلیون داری سیو میکنی که با این 50-60 میلیون میتونی اگر وامی قبلا گرفتی برای پروازات، برای کانورتد، برای خلبانی خوندن، برای زندگی اینجا، اون وام رو پرداخت بکنی. برج 50 تومن میتونی راحت قسط بدی. اگر هم بخوای خونه بخری، ماشینی بخری، چیزی بخری، میتونی این 50 تومن که میشه مثلا 10-12 هزار رند اضافه رو، حداقل 10-15 هزار رند اضافه رو خرج بکنی برای اون چیزی که میخوای بخری یا به دست بیاری. پس میبینی عدد خیلی خوبیه و خب میبینی مثلا 3 برابر 4 برابر یک معلم خلبانی که داره توی ایران الان زحمت میکشه، کار میکنه، با شرایط ایران امروز در میاره. امیدوارم که مفید بوده باشه، امیدوارم که بهترین تصمیم ها رو بتونید بگیرین. در ویدیوهای آینده در مورد موضوعات بعدی صحبت میکنیم. احتمالاً بریم در مورد یه سری تجربه ها حرف بزنیم، بریم در مورد تجربه مدیکال، تجربه پر کردن ساعت پروازی اینجا، چک، اینا صحبت کنیم و بعد تجربه معلمی این داستانا صحبت کنیم که یک ایده هم در مورد تجربه ها داشته باشیم. خیلی مخلصیم.